سلام بچه ها، من توی مایکرافت هستم. بعضیاتون توی یوتیوب دیدید که پر رو میندازن پر رو میندازن روی برگ و برگ اینجوری میفته. بعد از چند ثانیه برگ دوباره میاد بالا، ولی توی یوتیوب اینجوری نبود، نمیاد توی بالا. و منم توی اینجا یه دونه چیز خیلی سنگین دارم، اسمش نمیدونم چیه، انداختم روی برگ و دیدم که برگ افتاد و بعد از چند ثانیه دیدم که برگ دوباره به حالت عادیش برگرد. واقعا این الکیه. توی یوتیوب میگن که اگه تو پر رو بندازی توی برگ، ببینید پر رو بندازی توی برگ میفته زمینی، واقعیه. و گفتن که اگر این چیز اسمشو نمیدونم بندازی توی برگ، یه لحظه بچم، بندازی توی برگ نمیفته. ولی من توی ماینکرافت خودم امتحان کردم، دیدم که افتاد. واقعا این الکیه. لایک کنید، حتما لایک و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعد. خدا حافظ.